خواهشم از شما است که حداقل در 2025 قلم کتابچه‌تان بردارین. بهانه نیارین. در خانواده این کسی نمیفهمه. ربط به شما نداره. شما باید ابو چراغ تغییر باشین. اما الگوی تغییر و تحول شما باید باشه. دوستانم نمیفهمن. در حلقاتی که ما نشست و برخاست میکنیم در این زمینه‌ای که خودت صحبت میکنی نمیگن چیزی به ما. خودتان از جماعت جدا کنین. مخالف کراود حرکت بکنین. تنها میمانین؟ بله. وقت شما در جمع نباشین و به تصامیم خودتان حرمت بگذارین، به انتخاب‌های خودتان، به جسارتی که شما اتخاذ میکنین حرمت بگذارین، تنها میمانین؟ بله. نقد میشین؟ بله. بر شما میخندن؟ بله. در اوایل جدی نمیگیرن؟ بله. خطاب میکنن که نمیتونی، وقت تضایی میسازی، این مهارت‌ها چیزای ابسترکت و واقعی بیش نیست. اگر شما در این تله و دام گرفتار باشین، زندگیتان در یک سایکل معیوب تکرار خواهد شد. ثروتمند شدن گفتم به شانس ارتباط نداره، یک تصمیم است، یک ذهنیت است، یک انتخاب است. مهارت‌ها را فرا گرفتن یک انتخاب دشوار است، اما زندگی شما را متحول میسازه. گفتم کسی در پیشانی ما نوشته نکرده، برچسب نگذاشته که ای آدم فقیر بمانه تا آخر عمر خودش، ای آدم تا آخر عمر خودش کارمند باقی بمانه. گفتم من در ماهیت از این مسئله مشکل ندارم و حرمت بیش از حد دارم به عزیزانی که زحمت میکشن، تلاش میکنن، لقمه حلال را در سفره خانواده و عزیزان خودشان فراهم میکنن. اما بحث من است که چرا در کنار از این مسائل اگر $100 بیشتر درآمد بکنین چرا نمیکنین؟ اینترنت تون ناحق مصرف نکنین. نگوینم که وقت ندارم. من واقعا بر شما میگم وقت دارین، فقط اولویت بندی شما زندگیتان نمیتونین. نگوین من امکانات و ریسورسز ندارم. دارین. موبایل دارین، لپتاپ دارین، چند ساعت اضافی دارین. از وظیفه من خسته هستین، میفهمم. اما اگر تغییر میخواین، حداقل در آوان جوانی چیزی به نام خستگی در شما را نباید قلباب بکنه. این مهارت ها ریاضت میطلبه، آسان نیست. ما بارها و بارها گفتیم نه سرمایه‌گذاری، نه معامله‌گری، نه ساختن برند، نه تولید محتوا، نه دیجیتال دراپ شیپینگ، نه دراپ شیپینگ، نه آمازون، نه وارد شدن در مارکت هوش مصنوعی. هیچ کدام از اینا آسان نیست. خواهشاً اینترنت تون ناحق مصرف نکنید. باز میگم از جیب ما این پول نمیره. این نکات را که میگم از روی یک درد است، از روی رواداری میخوایم بگویم. مثل مابقی جهان چرا حقتان شما نمیگیرین؟ سلام و درود خدمت تمام شما عزیزا. امیدوار هستم که در کنار خانواده‌های گرامی و نجیبتان خوب